همدیاران عزیز با یک نمود انگور دیگر رو نشان میدیم. این انگور رو یک مرتبه نشان داده بودم. این کشمش اسکندری میباشد. من همین کشمش است. دیدید؟ مویزم شده است. علاقه از پختن گذاشته مویز شده است. من این مویزه که شما کنده پرتویم. انکو یک دو سه تا دانه‌اش رو میکنم و نزد شما نشان میدم. انا این کشمش اسکندری دیدید نه؟ از چلیککی ما هم درست‌تر. از چلیککی محلی هم درست‌تر. این کشمش است. انا قریب یک چلیکی مایده من دیدید؟ میشکنیم درونش دانه ندارد. این شکسته میشد از حسابی دراز بودنش. کشمش مزه کشمش میکند. اگر این را در آب مانده خورید به ماندن کشمش بی هم تو قرص میکند. از این همه 4-5 نهال دارم بگمانم. زیاد ندارم. خوشمندان از این کشمش هم قلمچش را گرفته بسیار میتونن. نهالش را 3-4 تا بگمانم بسیار نیست. خوشمندان ماه دیگر مراجعت کنند. در پناه خدا باشید با گروه انگور بابا باشید.